با سلام به شما، با یکی دیگه از برنامه‌های 8 در خدمت شما عزیزان هستیم. امشب در خدمت یکی از پرکارهای شبکه که و قدیمی شبکه که امروزا فاصله گرفته از خود شبکه، جناب آقای مهرداد مدیریتی در خدمتشون هستیم. سلام مهرداد جان، خوش آمدید. جواد صدامو داری؟ سلام علیکم. سلام علیکم. حالا شما خوبه؟ سلام. ای جان یکم از کارت بگو، این کاروبار جدید چی داری؟ الهی والا من الان درگیر چای شیرینم. قربونت. خب قبلا هم که دیگه بوده دیگه، تهچین داشتیم، بلدرچین بود، شبهای بره بود، زمین شبکه. شما ببخشید. چی ببخشید؟ اسم کارمه دیگه. بعد یه 2 تا کار دیگه بود این اواخر، خیلی دوستش دارم، مثلا هنوز تیپشو دارم. مرد یه چهره بود. سلام علیکم. مرد یه چهره رو خیلی دوست داشتم. همون با مرد 2 چهره کل خیلی همش خودم بودم، خیلی خوب بود دیگه. قربونت برم. من تو چی داری؟ سوالی دارم. غالبا میگن که توی کار خیلی حرفه‌ای هستی، در کار کارگردانی. قربون. اما همون تعداد آدمایی که میگن تو خیلی حرفه‌ای هستی، میگن که تو خوندن انتقاد زیادی از تو دارن. چرا؟ ببین عزیزم، من مثل اونای دیگه نیستم. من برات میخونم. اما من برای تو یکی میخونم، اگه خوشت نیامد نه پولش نزن، بیا ببین. میخونی؟ حالا تا برنامه قشنگ‌تر میشه یه دون بخون. جا؟ یه دون بخون، من دوره همین بخون میگه. بابا باید حس کنم من. بخون. فرزونه این سندبری نیست، هل بده ما رو. نمیخواد ما همچین کار میکنیم میخونیم بدون اونه. ای با آهنگشون پس بذارم. بیا بریم دشت کدوم دشت، همون دشتی که خرگوش نام دارای منه، مثل سیام پایش تاب دارای منه، مثل سیدم رازه خرگوش کنم رازه، حال آن به خان گاو میره. همه چیز رو جدونم قربونت برم من. مرش محترم اگه میشه به ما وقتی ادامه در بده ما بتونیم که یه تو دیگه مهرداد جون بخونه عالی میشه. خب ولی به طور کلی اجازه بده